دوستان عزیز، کجای سخنان مولانا مجیب الرحمن حمایت از طالب بوده؟ شما را به خدا قسم عقلانی و درست بیایم قضاوت بکنیم. پیام و سلام جناب عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولانا هبت الله آخونزاده. کجای سخنان مولانا مجیب الرحمن حمایت از طالب بوده؟ شما را به خدا قسم عقلانی و درست بیایم قضاوت بکنیم. جناب امیر المؤمنین عالی قدر شیخ الحدیث تشریف آوردن در شهر خون و قیام، مسئولین را دیدن. کجای سخنان مولانا مجیب الرحمن حمایت از طالب بوده؟ شما را به خدا قسم عقلانی و درست بیایم قضاوت بکنیم. شما برگردید، خانه شما تا به حال در امن، زندگی شما در امن، تا به حال کسی به خانه شما داخل نشده که بی حرمتی صورت بگیره. برگردید در کنار حکومت و نظام خود، در کنار حکومت اسلامی، امارت اسلامی، به اینه که هر کدام ما شما برگردید با حکومت اسلامی خود بیعت کنید. شما برگردید، خانه شما تا به حال در امن، زندگی شما در امن، تا به حال کسی به خانه شما داخل نشده که بی حرمتی صورت بگیره. برگردید در کنار حکومت و نظام خود، در کنار حکومت اسلامی، امارت اسلامی، به اینه که هر کدام ما شما برگردید با حکومت اسلامی خود بیعت کنید. نیست. پس چرا امروز عده زیادی از کسایی که از این نظام مزدور و نظام ظلم و استبداد به اصطلاح متاثر شده بودن هیچ یادی نکردن، مثل که هیچ اتفاقی به خانهشان نیفتاده؟ اگه کوچکترین کاری هم در افغانستان رخ میداد میدیدین که ده ها پیام فیسبوکی و اینترنتی و در منابر و مجالس صحبت و سخنرانی خود به اصطلاح به نمایش میگذاشتن. اما از ترس و خوف غیر الله و از بی‌یقینی به الله و از پوشیدن حق همه مور سکوت بر دهن خود زدن. مهم نیست، الله جل شانه بصیر است، همه ما رو میبینه و سمیع هست، صدای ما رو میشنوه و عالم و داناست در ظاهر و باطن ما و روز قیامت از ما و شما ان شاء الله حساب خواهد گرفت. کجای سخنان مولانا مجیب الرحمن حمایت از طالب بوده؟ شما را به خدا قسم عقلانی و درست بیایم قضاوت بکنیم. کجایش؟ برادران و خواهران مسلمان و اعضای فامیل و مخلصین متبعین جناب شیخ عبیدالله متوکل رحمه الله و قاری عبیدالله رحمه الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال جل شانه با شما صبر بده. انا لله و انا الیه راجعون. عظم الله اجرک و احسن عزاء غفر لمیتک. حکم الله متعال بر ما و شما صبر است. هیچ کار خالی از قضا و قدر الهی نیست و این یک افتخار است که جناب شیخ به شهادت رسید و ان شاء الله روز قیامت شفیع شما خواهد شد باذن الله. مردمی که از مافیها بودن، قاتل بودن، با فساد اخلاقی محتاط بودن، صدها جنایت نابخشیدنی را در تاریخ اسلام و انسانیت در افغانستان انجام دادند که همانا نمونهش زندانها پر بود. هیچ کس به دموکرات ها و مرتدینی که حتی به ناموس مسلمان ها رحم نکردند، مسلمان ها رو در زندان ها شکنجه کردند، مال مردم خوردن، بچه مردم اختطاف کردند و به ناموس مردم بی‌عزتی کردند، آبروی مردم بردن و قتلای ناحق کردند. هیچ کس به اینا مزاحمت نکرد و هیچ کس پیدا نشد که با اینا بجنگه و با اینا مقاتله کنه. اما وقتی که میان عالم دین از خانهش میکشن و میبرن، جناب شیخ عبیدالله متوکل رحمه الله و قاری عبیدالله را میبرن و او را بسیار بی‌رحمانه، بسیار حیوان صفتانه و بسیار با بغض و تعصب سر او را از تن او جدا میکنن و بر بدن مبارکش تیزاب میریزن و بالای جسد او را سگها را اعلام میکنن، نعوذ بالله میاندازن که گوشتا و جسد او را میخورد و سرانجام این نشانه تعصب و کفر و شرک و ارتداد خود اینا اعلان میکنن برای مردم که همان ما قدر مشکل داریم با قرآن و سنت و با توحید الله جل شانه که حتی از زنا و لواط و شراب و قمار و اختطاف هم به نزد ما بدتر و به اصطلاح تنگتر و سختتر برای ما عاملین و عاملین و دعوتگرای توحید و قرآن و سنت و منهج صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین برای ما معلوم میشه و بی‌رحمانه جناب شیخ رحمه الله رو به شهادت میرسانه.
اوتر مجاهدینی که غلام پاکستان و ایران باشن نه، مجاهدی که غلام الله باشه، مجاهدی که زیر استثمار باشه نه، مجاهدی که به نفع کشورهای کفری بجنگه نه، مجاهد فی سبیل الله که به واسطه تطبیق شریعت بجنگه، نه به واسطه تطبیق حزب و گروه تنظیم. یعنی مزدورای نظام پاسدار ایران، نظام پاسداران ایران و نظام آمریکا و به اصطلاح استخبارات آیسای پاکستان نباشه، مجاهد باشه، عجایب نباشه، جهاد عملی کنه مطابق به شریعت، مؤمن است. اما مجاهدی که مجاهد کلدار و دینار و تومن باشه اون مجاهد نیست. او رو باید مسلمان ها بشناسن و فریبشان هم نخورن. مثل کسایی که 20 سال زیر بیرق انگلیس زندگی کردن، باز دوباره همو ارتداد خود تجدید کردن. دیدیم که سر از مسکو و قطر و لندن و آمریکا و لس آنجلس بیرون شد. مردم حالشان از سابق آمده بود. دین به معنای عبادت ها بود. با عبادت ها 4 قسم میشد: عقیدتی، عملی، مالی، سیاسی. سیاسی ایمان داشتن به نظام و حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام و عملی کردن همونطور یک حکومت در روی زمین پیش از مرگ به همه مسلمان ها فرض است. چرا در قرآن کریم زیادتر از 520 آیت درباره نظام و حکومتداری اسلامی آمده؟ پس هر گروه حزب که باطل باشه در باطل بودن او شک نیست، اما حکومتداری و نظام رسول الله و صحابه باطل نبوده. اگر کسی بگه که اینا باطل بوده و از اسلام بیرون میشه، نعوذ بالله. 520 آیت درباره حدود و قصاص و تعزیر و نظام اسلامی در قرآن آمده. به این مناسبت برادران و خواهران مسلمانیم باید متوجه باشیم و هرگاه که حکومت و نظام ایجاد شد که خلاف نظام حکومتداری رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام بود، اسلام تسلیم شدن به تمام امور الله، از مستحب شروع، از آداب و مستحب شروع تا فرض عین، به تمام امور الله خود تسلیم میکنیم. به عقل خود، به دلار، به کلدار، به آمریکا، به لندن، به انگلیس خود تسلیم نمیکنیم. خود به الله تسلیم میکنیم، به شریعت الله تسلیم میکنیم. اگر برای ما و شما بیدین بگم، خود نفر جنگ میکنیم که چرا مرا بیدین گفته. اگر بگه دین چیست، نمیفهمیم که معنای دین چیست. دین در لغت به معنای عبادت ها، در اصطلاح عبادت ها به 4 قسم میشه. اول عبادت عقیدتی، شناخت الله جل شانه به توحید و رد شرک، یعنی الله در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و حاکمیت و امر و نهی یگانه شناختن. و دوم عبادت عملی، نماز و روزه و تمام عبادت‌ها که به بدن تعلق داره و ترک تمام منکراتی که از بدن سر میزنه. در الله متعال اینا رسوا میکنه. در دنیا مگه از کفر و شرک خود توبه نکنن، به دست سربازان رشید و موحد و یکتاپرست یکی به یکی دیگه ان شاء الله مردار میشه و به جهنم الله فرستاده خواهد شد.